مسلمان هستی؟ بله. در کجاست؟ در تذکره میگه دین اسلام نوشته است. حالا یاد بگم اسلام ها دویده تذکره خدا میکشه دیگه. الله اسلام اینمی است که چقدر آیاتش واضح است و روشن است. امیر باید یاد بگیریم. ائمه مجتهدین بسیار مذهب قضیات شده در داخل همین 4 مذهب اهل سنت، در 100 مذهب دیگه در داخل ازی است. زیرا هر مولوی یک گپ زده نه. در قرن که آمد این مذهب‌ها خواهین در قرن 2 بودن، امامایشون چیزش در 2 چیزش در 3. بعد از این باز هر مولوی یک گپ خودم در داخل کرد، یام در مذهب یام حالا که گپ میزنیم میگه یکی نظر امام ابو حنیفه رحمه الله یکی مذهب است، میگه در بین 2 فرق است. اینطور میگه. باز میگه یکی متقدمین از یکی متأخرین، یکی در هر قرن یک نفر آمد گپ. این مذهب ای تو جور کنن که به اصلش ایران میمانی که چی شد. ما با مذهب به اینا مکلف، یعنی امام یک نفر نیستیم، ما به اطاعت رسول الله صلی الله علیه و مکلف هستیم. اینا اگر یک امام مذهب گپ ما بیان کرد یک عالم است، بله قبولش داریم، چرا نداریم؟ گپ الله و رسول الله صلی الله علیه و اگر نظر خود گفت میبینیم که این نظرش مخالف کتاب الله است یا نه. اگر بود بازم قبولش نداریم، وسکوم. خودشان گفت اگر نظر ما را دیدین مخالف کتاب الله و سنت رسول الله نبود وسکوم. باز اگر بود بازوانه دیگه چرا قبول نکنیم؟ کل اماما را قبول داره، گپایشان که موافق قرآن حدیث باشه. در یک مذهب نیدم، هر 4 مذهب هستیم. ما شما اهل سنت هستیم والجماعت. اهل سنت که به طریقه عقیده رسول الله صلی الله علیه و جماعت به طریقه صحابه روان است. کل صحابه امام بودن، مجتهد بودن الا ماشکمش، اکثریتش عالم، کلش قبول داره. اینطور نمیشه که 4 امام دیگه اش بعد از تابعین آمد استاد امام ابو حنیفه، امام شافعی، مالک، کلش قبول داره. استادایش چی میگی؟ اینا از کی یاد گرفتن؟ اونا رو هم قبول داریم. این امام آمد، بعد شاگردایش آمد، علما، هر عالمی که مطابق قرآن سنت گپ دیه احترامش داریم، قبول داریم، عزتش هم میکنیم. توجه هستین؟ که کسی دشمنی شخصی نداریم ما، هیچ کسی که میگه ما که دشمنی شخصی داره مجاهل است، بدبخت است و هیچ چیزی را از اسلام نمیفهمه. ما بخواه اگر یک کسی اشتباه کرد اشتباهش رد میکنیم، اشتباهش قبول نداریم، به خاطر که اطاعت از الله و رسولش است. یعنی بسیار مهم است. عقیده اینمیست، توحید هم اینمیست. باز میفهمیم که چی است. اینا الله و رسولش به ما شما میگه که اولادایتان چه قسم تربیت کنین مطابق کتاب الله. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا. ای مومنین خبردار خود نگاه کنین، اول خود باید نجات بدین. بسیار مهم است. بعضی خود نجات نمیده، دیگرها رو نجات میده. خودش قرآن یاد نداره، چی کردی؟ اولادای ما در مدرسه داخل کردیم، گومش که از خود ما خود چیز جور نشد، ما کر و کور ماندیم، همین اولادای ما یک چیز شد. ای تو میگن نه؟ یک 2 تایش در مدرسه داخل کردیم، برو بچه اسلام یاد بگی، خود ما خود چیز جور نشد. نه توی خوی گپای دیوانگی سمیام نه. الله میگه اول قوا انفسکم، خود نجات بده. تو اول خودت یاد بگی قرآن کتاب الله را، بیا خودت هم وقت بده. یاد نداری یاد بگی اسلام. و اهلیکم، باز خانوادت، فامیل، اولاد، دختر است، بچه است، خانم است. نارن، از آتش چی؟ اسباب و اعمالی که انسان با آتش میبره. عقیده بد تو را آتش میبره. عقیدت از قرآن بگی، عقیده توحید. ایمانت باید مطابق قرآن باشد، آگاهانه باشد، بفهمی که من ایمان دارم، میگم الله یک است. چه قسم یکیست؟ بعضی را بگو که الله یا خدا را میشناسی، میگه چطور؟ میگه یک تاست. اگر بگویی که خیلی تو صفتش بگو چی صفت ها داره، میگه گپا که من میفهمیدم دیگه با مولوی میبودم در یک مسجد. یعنی گپ هم جاهلانه گپ است. یک گپا که بفهمی مولوی نمیشی، ولی این فرض است.